إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا آیه 66 سوره مریم. در آیات قبلی الله متعال بیان کمال احاطه تصرف خود کرده بود که مالکیت آسمان ها و زمین و آن چیزی که در بینش است همهش برای الله متعال است. این تقاضای ازیر داره که هرگاه کل قدرت ها در پیش الله متعال است، لایق عبادت هم تنها الله است. خو عبادت الله مشکلات داره، از او خاطر در صبر و استقامت ضرورت است. الله متعال امر کرده بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که صبر و استقامت برگزینه. زمانی که عبادت الله را میکنه، عملی میکنه، مردم او را نمیپذیره. برای الله متعال کسی مشابه و همنام نیست، یعنی هیچ کس همراه الله متعال همتا شده نمیتونه. چرا؟ مخلوق کلش مخلوق است، الله خالق است. مخلوق و خالق برابر نمیشه. الله مالک است، مخلوق مملوک است. مملوک با مالک برابر شده نمیتونه. الله متعال دهنده است و مخلوق عاجز است. او صمد است و مخلوق کلش عاجز است. هیچ وقت با هم برابر شدن نمیتونه. از همون خاطر حق عبادت تنها و تنها برای الله متعال است. در ضمن الله متعال حالات سرنوشت طایفه های مؤمنان را هم کرده بود و از گمراه ها را هم کرده بود. حالی علت اصلی زیرا الله بیان میکنه که انسان سخت در غفلت میروه، حتی غفلت ازی بیخبری ازی در سر حد میرسه که خود از چوکات انسانیت هم بیرون میکنه و حتی با انسانیت خود هم پی نمیبره که آیا ما انسان هستم یا نه. یک انسانی که از وجود خود، از حالات و انقلاباتی که در زندگیش میآید از این آگاهی نداشته باشه، این انسان شمرده نمیشه. چرا؟ الله متعال قوه تفکر برش داده. چطور شده میتونه یک انسانی که تمام حالات و تطورات یا مراحل زندگی خود پی میبره که ما در شکم مادر مراحل مختلف طی کردیم، بعد از در دنیا آمدیم و در دنیا هم در یک حالت قرار ندارم، بلکه تحولات متنوع سری وجود ما میآید. خود به خود اعتراف یا اقرار به این میکنه که وجود ما و هستی ما در اختیار ذات دیگری هست. نبودم، الله پیدا کرد. پس زمانی که نبودم الله پیدا کرد، دوباره مرا الله پیدا کرده میتونه. بلکه دوباره پیدا کردن، از اول پیدا کردن که به نسبت انسان آسان است. پیش الله متعال اول پیدا کردن و دوباره پیدا کردن کلشان یکسان است، اما به نسبت ذهن انسان چیزی که یک مرتبه پیدا شود دوم مرتبه آسانتر میشه. امی انسان است که نمی قسم دلایل فطری را، وجدانی را که حتی وجود خود انسان سر شایدی میده، ایرم به باد فراموشی می سپاره و نعوذ بالله راه انکار در پیش میگیره که اگر ما بمرم کی مرا زنده میکنه؟ نعوذ بالله. این فکر عام کفار است که همیشه به خاطری که از قیودات دین بگریزه انکار از میعاد میکنه که در روز قیامت ما پس زنده نمیشیم، از ما محاسبه صورت نمیگیره، ما مورد بازپرس و سوالات قرار نمیگیریم. این مفکوره غلط دین گریزاست که همیشه برای ازی که خود تسلی بده و برای نعوذ بالله جنایات خود، معصیت و گناه های خود یک رنگ بده، از او خاطر میگه نه ما پس زنده نمیشیم. اما الله متعال میگه فطرتت سرت شاهد است، وجدانت سرت شاهد است. اگر تو این را اقرار نکنی واقعا انسان شمرده نمیشی. الله میفرماید اولا یذکر الانسان، آیا دیاد نمیاره انسان؟ یذکرو میگه چرا؟ این دلیلی است که بالکل واضح است، یعنی یک حیثیت یادآوری را داره. زمانی که یک چیزی پیش برای تو ثبوتش موجود بود و پسان تو فراموش کرده باشی، با مجرد متوجه شدن در یادت میآید، او را در ذهنت میاری. این تنها تذکیر کار داره که در یاد کسی بده. الله متعال بر انسان همینطور میگه که یعنی زنده شدن بعد از مرگ آنقدر موضوع خیلی واضح است که ضرورت به تأمل دقیق نداره که تو خیلی باریک بینی بکنی و این موضوع را تو درک بکنی، بلکه اگر تو انسان باشی وجدان شاهد توست، وجودی تو شاهد توست که اول تو نبودی الله پیدا کرد، پس دوم مرتبه خو الله پیدا کرده میتونه. از او خاطر به ذکر
به کلمه ذکر یاد کرد. اولا یذکر الانسان، آره یاد نمیکنه انسان انا خلقناه من قبل، که ما پیدا کرده بودیم پیش ازی، پیش از ولم یک شیئا، انسان هیچ چیزی نبود، هیچ نبود، یادت نبود، اما الله پیدا کرد تو را. چطور آلی خدا وجود خدا دباد فراموشی میسپاری و میگی که چه قسم زنده شوم؟ فوربک لنحشرنهم، الله میفرماید قسم به پروردگار توی پیغمبر علیه السلام، این قسم اعزازی است، اشاره به این میکنه رب خو برای کل مخلوقات است، الله متعال مالک متصرف کل مخلوقات است. زمانی که نسبتش به رسول الله صلی الله علیه وسلم میکنه، در اینجا تشریف پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. تو گویی الله متعال زیاد اهتمام برای وجود رسول الله داره، از او خاطر فوربک میگه. اگر نه که مخاطب عام باشه در اینجا اشاره به است که هر انسان اگر تو منکر هستی از این میعاد، قسم به پروردگار ذاتی که متصرف و مالک توست، توی طور فکر نکن که همونطور آزاد شده از قید و بند، البته در کنترل کدام ذات قرار نداری، وجودی تو، حرکتی تو، زندگی تو، کلش در کنترل الله متعال است، در تصرف الله متعال است. وقتی که متصرف و مالک الله است او اتمن پس میگردانتا. فوربک قسم به پروردگار تو، ذاتی که تو در تصرف ازوستی، ملکت ازوستی، لنحشرنهم، خام ما زنده میکنیم مخلوقات انسانا را، و الشیاطین، کسایی که پیروی از شیطانا کرده، وسوسه های شیطانی را تابعداری کرده، در ذهن شیطان در اول مرحله مندازه که تو را باز کی زنده میکنه. این قسم وسوسه ها با بسیار مردم پیش میشه، برش میگه وای در دریا میفته غرق میشه، ماهی خورچه، آتش سوختان شه، یا حیوان یا گرگ خورچه، چه قسم پس زنده شوه. این وسوسه های شیطانی است. اما انسان یک کمی متوجه شوه، اول ابتدا و آغازی پیدایش خدا بالکل پی میبره که الله متعال در نبودی مرا بود کرد، حالی هم که در هر جا باشم الله پس اعاده کرده میتونه. و شیاطین جمع میکنیم امی انسانا را، شیطانا را، ثم لنحضرنهم، بعد از حاضر میکنیم کلی از یارا. این بیچاره خو میگه که البته زنده نمیشیم، اما الله متعال میگه که من کل حاضر میکنم. حول جهنم جثیا، در گردوبر جهنم جثیا، زانو زده، بر روی افتاده. اینطور حالت بیا اینجا خویا حتی انکار میکنه که ما زنده نمیشیم، باز معلوم میشه که چطور در چهار طرف جهنم زانو زده، در گرد جهنم زانو زده. امی انسان منکر کافر و امو شیطانی که سبب وسوسه و انکار امی آدم شده. ثم لننزعن من كل شیعة، الله حالات عذاب بیان میکنه. اول کی رو عذاب میده؟ امو کسی که خیلی زیاد امام برای مقتدا برای انکار و کفر گشته، و کسایی که دیگه مردم تحریک کرده به سوی معصیت و گمراهی، او مردم ها درجه اولیت در عذاب خود داره. الله متعال میفرمه ثم لننزعن، بعد از میکشم من کل شیعة، از هر گروه. شیعه هر کسی یک گروه را میگه، یک طایفه را که یک فکر داشته باشه، یک طرف روان باشه، او را شیعه میگه. از همون خاطر شیعه خدا شیعه علی میگفت، شیعه اهل بیت، یعنی ما هم فکری اهل بیت هستیم، از او خاطر همین نام سرش ماند. ثم لننزعن، باز میکشیم من کل شیعة، از هر گروه، ایهم کدامشان اشد خیلی سخت است، علی الرحمن بالای پروردگار مهربان، عتیا از روی سرکشیشان. کی خیلی زیاد سرکشی کرده او اول مستحق داخل شدن دوزخ است، اول امو کشانده میشه. الله متعال به مراتب، مثل که در جنت برای جنتی ها مراتب است، در جهنم هم همین قسم مراتب است، کی اول داخل شود کی پسان. دیگه کسی که خیلی زیاد سرکشی کرده و سبب شده برای گمراه شدن دیگران، الله متعال واره اول میکشانه. ثم لنحن اعلم بالذین، الله میگه باز ما چه قسم معلوم میکنی که مردم کدام مردم خیلی سرکش است؟ الله میگه ضرورت به این است که تحقیقات خیلی دقیق صورت بگیره. الله متعال تمامی کسا برش معلوم است که در کدام درجه چقدر جنایت و خیانت کرده، هر کس برش معلوم است. از خاطر میگه ثم لنحن، باز ما خامخا اعلم، خب علم استیم، بالذین، بالای و مردمی که هم اولا که واخیل سزاورتر لایقتر است، بها بمی جهنم سلیا، بدر آمدن داخل شدن جهنم. کی داخل شدن جهنم اولاتر است؟ واره ما مکمل میشناسیم، مکمل، ضرورت به تحقیقات زیاد نیست، الله مکمل معلوم کرده.
و این منکم نیست بعضی از شما الا و این منکم نیست یک بعضی از شما، یعنی مراد از نفی بعض نفی کل میشه. نیست از شما الا واردها مگر داخل شدنی در جهنم است. کان علی ربک هستمی داخل شدن بالای چیست در جهنم بالای پروردگار حتما مقضیا فیصله مقرر شده این یک حکم مقرر شده یا فیصله شده است، حتما کلگی میآید. اینجا مراد از داخل شدن ورود چی را میگه؟ در حدیث ابن مسعود رضی الله عنه آمده که مراد از دخول هست، یعنی داخل جهنم میشه، اما برای مؤمنان برد و سلام است. مثل که به ابراهیم علیه السلام آتش سرد شد، اینمی قسم برای مؤمنان است. کفار است که دو میسوزه. یک توجیه است. دوم توجیه است که مراد از این ورود اینطور نیست که چیست داخل شوه، بلکه مرور است. به خاطر که در حدیث میآید الله متعال کل انسان را الله متعال سر جهنم پل صراط میگذاره و مردم که در جنت تیر میشه از این پل تیر میشه. پس مراد از دخول اینجا مرور است، تیر میشه بالای جهنم. این برای استکمال لذت نعمت الله متعال است. زمانی که عذاب جهنم انسان مشاهده بکنه و بعد از اون نعمت جنت بر انسان داده میشه، این بسیار لذتش زیاد میباشه. انسان مریض وقتی که صحت پیدا میکنه، انسان گرسنه وقتی که طعام پیدا میکنه، انسان تشنه وقتی که آب پیدا میکنه، از اینمی چیزا سخت لذت میبره. ما و شما زمانی که گرسنه و تشنه میشیم در افطاری خود سخت از او خوردن و نوشیدن خود لذت میبریم. الله متعال برای استکمال لذت مؤمنا بالای جهنم یارا تیر میکنه، عذابای جهنم مشاهده میکنه، اما هیچ گزندی برای مؤمنا نداره و امین مشرکین در اونجا میفته. الله متعال وقتی پل صراط میگذاره، بعضی کسا در حدیث میگه که با مثل برق وارد تیر میشه. هر کس مطابق اخلاص و عمل خود امو قسم به زودی و به کندی و به چیست دیر بودن تیر شده میره، تا ای که بعضی با مثل اسفار، بعضی با مثل شترسوار، بعضی با مثل دویدن خود، بعضی با مثل همینطور عادی رفتار، بعضی با چارغوک، بعضی با لخشک مثل که یک طفل حرکت میکنه، همه قسم سر پل صراط تیر میشه. هر کس مطابق اعمال و عقیده خود حرکاتش متفاوت میباشه. الله متعال در این پل صراط اینمی تیر شدن میکنه و این را ورود گفته و این موضوع حتمی است. الله متعال کل انسان را از این تیر میکنه. حال اینطور نیست که مؤمنا نعوذ بالله گزند ببینن یا برشان تکلیفی برسه. ثم ننجی الذین اتقوا، بعد از ما نجات میدیم. یعنی بله گذشتن خواست، لیکن این گذشتن طوری است که ما نجات میدیم و کسانی را اتقوا که تقوا را اختیار کرده، او کسایی که در دنیا مامورات الله را بجا کرده، از منهیات خود نگاه کرده، او مردم ما نجات میدیم. و نذر الظالمین، ما میگذاریم ظالم ها را، هر نوع ظالم از نگاه عقیده و ظالم از نگاه گناه ها. از همون خاطر است که مؤمن باشه اگر گناه داشته باشه، توبه نکرده باشه و الله به مشیت خود معاف نکرده باشه، برابر ظلم خود، گناه خود، جنایت خود، او حتما در اونجا عذاب میبینه. ثم و نذر الظالمین، ما میگذاریم ظالم ها را، کسایی که از حدود الله تجاوز کرده، چی از نگاه عقیده چی از نگاه عمل، فیها در همی جهنم جسیا، به زانو افتاده، برو افتاده، در اونجا الله نگاه کنه. و اذا تطلع علیهم آیاتنا، الله متعال بیان میکنه حالات مشرکین، منطقی از یاره، مفکوری از یاره الله برای ما میگه. این مردم ها فریب خورده. اصل علت انکاری آخرت از کجا پیدا کرده؟ به خاطر که مال متاع کشوفش دنیای خود ایره مدار پیروزی و این نیکبختی خود دانسته. فکر میکنه که ما کفار خود زندگی آرام و راحت داریم، امی معیار پیروزی و کامیابی است. در حالی که کسانی که رابطه با کتاب الله داره، انبیاء علیهم السلام و تابعینش، و میدانه که مال و متاع دنیا و این رونق و زیبایی دنیا امر فانی است و این مدار اعتبار نیست. یک روز می باشه، روز دیگری نمی باشه. از همون خاطر این معیار شده، نمیتونه برای خلاصی و نجات کسی. اما کفار چون کلی نظرش طرف مادیات است، زمان مادیاتش مهیا و برابر باشه، فکر میکنه که خلاص دیگه یعنی ما پیش الله محبوب هستیم. از همون خاطر کفار میگفتن عجیب است، این مردم ها خود میگه که به ایمان خود ناز میکنه، سر ایمان خود افتخار میکنه، اما حالاتشان آنقدر خراب است
که نان خوردن پیدا نمیکنه. چقدر جنگ زندگی پر مشقت یا تیر کدرایی است و باز هم میگه که ما ایمان داریم. اگر یا ایمان می داشتن الله وضعیتشان خوب میکرد، زندگیشان درست می بود. از ما کده باید یا پیشتاز می بود در تمام میدانا، اما ما از یا کده پیشتاز هستیم. زندگی ما، اولادی ما، کشوفش ما، رونق و چیز زیبایی دنیای ما خیلی خوب است از یا کرده. معلوم شد که ما پیش الله خیلی خوب هستیم از یا کرده. یک تعداد مسلمانای امام فریب امچو مفکوره های غلط رفتن. بعضی ها همینطور میگه امی که الله ما را مالدار و زندگی ما را برابر کرده، این دلیل برای خوبی ماست. از همون خاطر سری فقیر ریشخند میزنه، میگه الله این همینطور دید همینطور کرده، از همون خاطر پولم برای صدقه برش نمیده. علتش است که خود کلان میتراشه و اینطور فکر میکنه که من محبوب الله هستم. این گپ قطعا نزن. الله متعال هر کسا دمو معیارش دمو مقدارش امتحان میکنه. مالدار د مالش، فقیر د فقرش، عالم د علمش، کسی که نفوذ اجتماعی داره در نفوذ اجتماعی، هر کس مورد امتحان الله متعال قرار میگیره. مهم اینجا مدار اعتبار پیش الله متعال عقیده و عمل صالح است. کی عقیده درست داره و کی عمل صالح داره. از همون خاطر است که انبیاء علیهم السلام مشقت‌ها و تکلیف‌های زیاد تیر میکنه. اگر مطلق راحت و زینت دنیا سبب کامیابی و معیار کامیابی می بود، باز انبیاء علیهم السلام راهشان ناحق می بود. الله متعال امین منطق فرسوده یا منطق به اساس مشرکین و کفار رد میکنه و میگه که این منطق غلط است. و اذا تطلع علیهم آیاتنا، زمانی که تلاوت کرده میشه بالایشان آیاتای ما، بینات که واضح است، یعنی دلایل توحید ما یا حق بودنی چیست، مؤمنه و باطل بودن کفار بیان میشه در آیاتای قرآن کریم، یا است که جنت و دوزخ میعاد بیان میشه. قال الذين كفروا، میگه و کسانی که کافر هستند، للذین آمنوا، برای مؤمنا میگه. چی میگه؟ ای الفریقین خیر، کدام یکی از دو گروه خیلی بهتر است، مقاما از روی جایگاه، و احسن و ندیا، خیلی بهتر است از روی مجلس. از حیث محفل و مجلس کدام یک از دو گروه خیلی بهتر است؟ منظورشان است که از شما که ما خوب هستیم، اما چیز و راحت و زندگی برای ما مهیاست، اسباب دنیا برای ما مکمل آماده است. امروز کفار ببینی آنقدر براحت زندگی میکنه که هیچ پرسان نکن. چرا؟ به خاطری که و کل هم و غمش در مورد امی گپ است. دنیا را اصل مقصد خود قرار داده و در مورد از او کوشش کرده، زحمت کشیده، خرج کرده، طاقت خود امور به دست آورده. افسوس به حال مسلمان که نه دنیا در دست آورده تانست و نه دین هم از دست داد و دنیا را هم از دست داده. دنیا خوبی از مورد مقصدش نیست، اما به قدر کفاف که در سایه که کفاف شوه زندگی خود پیش ببره. دین از دست به خاطر داده که دین مانع دنیا قرار داده. از خاطر اکثر مردم ها، کسی که متدین است میگه یا رسای که مردم دا یکی نماز میخوانه یا روزه میگیره، میگه مردم در کوری محتاب رسیده ای در مسجد رفته رایسته. نعوذ بالله فکر میکنه مسجد رفتن، نماز خواندن و روزه گرفتن این مانع چیست؟ حصول دنیاست. مانع حصول دنیا این دین و دینداری نیست. مانع حصول دنیا خودی او چیست؟ غفلت است، ترک اسباب و وسایل است که تو در پشتش نگشتی. کفار گشته و در این مقصد رسیده، تو نگشتی، نه در پشت دنیایت و نه در پشت آخرتت. در حالی که الله متعال میگه این دنیا را به اندازه تو طلب بکو که تو فقط کفاف بکنی، یعنی زیادت در دنیا محبت و دلبستگی به دنیا نکو که کل هم و غم دنیا باشه. البته پیدا کردن پول زیاد پروا نداره، به شرطی که از راه حلال کمایی کنی و حقش بپردازی. اما اینطورام نمیشه که تمام وقت در این ضایع کنی و پشت ازی بدوی. باز اگرچه بری تو شاید اسباب و وسایل دنیا حاصل شود، آخرت خراب میشه. و کما هلکنا قبلهم من قرن، الله به استدلال به اساس از یا رد میکنه و ایرا میگه که از یا کده پیش قومای دیگری هم امی قسم مال و داراییشان خیلی زیاد بود، اما او معیار برتریشان بود یا نجاتشان بود؟ نه. با اونمون مال و منالی که داشتن عذاب الله فرا رسید. نه مالشان به درد خورد نه منالشان به درد خورد، عذاب الله را دفع کرده نتانست. و این دلیل نشد که اگر کسی مال و منال داشته باشه او مقبول الله است. اگر او مقبول الله می بود الله عذاب سرش روان نمیکرد. معلوم شد که مال و متاع دنیا، اسباب و راحت دنیا این معیار برای قبولیت یک انسان نیست. یکی
دوم این چیزی پایدار و باقی نیست بلکه زودگذر است، کلش برای امتحان است. الله متعال گاهی در دستت اینقدر پول و پیسه را بیاره که پرسان نکو، اما الله متعال تو را امتحان میکنه. گاهی وقت تو را فقیر میسازه، میبینه که چقدر صبر داری، همه اموری تبع الله میسپاری، یا است که نعوذ بالله شکایت از الله میکنی. از همون خاطر مراحل امتحان الله متنوع، گاهی در حالت راحت، گاهی در حالت زحمت، گاهی در حالت صحت، گاهی در حالت مرض. این متنوع است. بهترین انسان، هوشیار انسان است که در دو حالت خود نمیبازه و نعوذ بالله بیگانه از الله نمیشه. هم در حالت راحت رابطش با الله قطع نمیشه، بلکه شکرگزاری نعمت الله را به وجه احسن میکنه. هم در حالت زحمت و تکلیف رابطه خود با الله قطع نمیکنه، بلکه صبر و استقامت اختیار میکنه، به فیصله الله متعال خود راضی میباشه. و کما هلکنا قبلهم، چقدر هلاک کردیم پیش از یا من قرن، طایفه های مختلفه، هم احسنو که او مردم خیلی زیبا بودن، اساسا از حیثیت اسباب زندگی، از حیثیت اسباب و سامان زندگی، و رئیا از حیثیت منظر و نمایش، که می دیدی نمایش و حالات از یا خیلی زیاد می بود، اما به هیچ چیز باقی نماند. عذاب الله چی فرا رسید و کلی از یا را هلاک کرد. معلوم شد که راحت دنیا و فراوانی اسباب دنیا معیار برای قبولیت انسان نیست و همچنان امر دائمی نیست، زود گذر است، زود از بین میره. قل بگوی پیامبر علیه السلام، او خود جواب الزامی بود، آلی جوابی تحقیقی است. من کان فی الضلالت، بله الله متعال وقتی که یک انسان خیلی گمراه میشه، اسباب گمراهیش دیگه زیاد شده، میره تا که تا انتها را دمو گمراهی غرق بروه، هیچ موقع توبه و رجوع به سوی الله برش میاثر نشوه. اینطور مردما اینطور فکر میکنه که ما به حق هستیم، حالا که استدراج است. استدراج ای را میگه یک کسی را درجه به درجه غرق ساختن و ای را نعوذ بالله به جهنم بردن. چرا الله متعال ظلم سرزیا میکنه؟ ظلم میکنن؟ نه، این مردم کلی وقت خدا، کلی امکانات خدا، کلی استعداد خدا متوجه حصول امی اسباب کرده رایسته. کفار از امو خاطر کلی هم و غمش دنیا را کرده، الله دنیا را برش داده میره، از امو خاطر میبالند دمو زندگی که خیچی دو روزه خواد و دمو حالت کفر میمیرند. انسان زمانی که بعضی مردم ها میگه که والله سر ما حرام خوب میخوره، حلال برای ما چی نداره، بقا نداره، من که حرام بخورم زیاد و حرام برد میه، بفهمی که استدراج است، غرق شده روان استی، تو خود زمینی گمراهی را برابر کردی. به خاطر ازی که من ملکیت و جایداد زیادی داشته باشم، گاهی او کوره چور میکنی، گاهی چیست سرزمین دیگر مورد ادعای خود قرار میدی، دعوای ناحق میکنی. تا کیه؟ تا کجا را؟ آخرش از پیشت باقی مانده نیست. الله متعال پشت سر بر ما میگه